حکومت مردمی و کاملا دموکراسی بر مردم هست. فرقی نیست بین شیعه و سنی. ما بحث مذهب نداریم. صحبت بر این نیست که شیعه باشد یا سنی باشد. یک حکومت مردم بر مردم، یک دموکراسی آزادی، یک آزادی بیان، تمام ادیان، تمام ایده ها آزاد باشند. این حاله اگر کسی ربوبیت الله را میفهمه و اساسات دموکراسی را میفهمه که دموکراسی در اساس اندیشه و عقیده خود با اساس اندیشه و عقیده اسلامی در تکر است. اسلام میگه که این الحکم الا لله، حاکمیت مربوط الله هست. الله هست بر تو ارزش ها را میده. دموکراسی میگه که اینمی ارزش ها مربوط چی میشه؟ مربوط انسان میشه. اسلام میگه که قانون آسمانی است، دموکراسی میگه قانون زمینی هست. این حال کسی که ربوبیت الله را با اساسات اصلی دموکراسی میفهمه هیچ وقت این دوتا را جمع نمیکنه. اما کسایی که اردوی زیر نمیفهمه با شلغه مکت شروع یک جای که نامش میمانه دموکراسی اسلامی، یعنی کافری اسلامی. میشه جمع نمیشه. ریشدار بیریش، من یک ریشدار بیریش دیدم. این چه قسم ریشدار بیریش بود که نیمش شلبت ریشش کل بود، نیمش نمیشه. ریشدار ریشکل، یا ریشدار باشه یا ریشکل باشه، هر دوش نمیشه. والا من یک مرد زن دیدم، زن مرد دیدم. چه قسم زن مرد دیدی؟ کدام خنثی را دیده؟ این حال دموکراسی اسلامی هم یک اندیشه خنثاست، نه مرد است نه زن. فهمیدی یعنی؟ از این خاطر کسایی که میگه ما با دموکراسی اسلامی باور داریم، یه بیچاره نه ازی شد نه ازو شد، در بدر شد. این حال اگر کسی در این نقاطی که ذکر میشه که الله رب مالک است، رب متصرف است، رب خالق است، رب تدبیر کننده است. این حال اگر یکی از این صفات برای مخلوق میده، این در صفت رب بودن خالق این شرک آورده. شرک این چی میگن؟ شرک در ربوبیت. شرک در ربوبیت چی است؟ که یک فعلی که مخصوص الله هست او را برای کی بده؟ بر مخلوق. مسلمانی که ربوبیت الله را مشناسه هیچ وقت ای گفته نمیتونه که من به دموکراسی ایمان دارم. چرا ایمان داشتن و باور داشتن به دموکراسی، باور داشتن به صفت ربوبیت خالق برای کی هست؟ برای مخلوق هست. این فرمولای عقیده. بالله قسم اگر تو پاچام هستی، وزیر هستی، وکیل پارلمان هستی، قاضی هستی، سرنوان هستی، دموکراسی را ترجیح دادن بالای دین اسلام کفر شک می‌دهی. این ما و این قرآن کریم